سه راز مهم افزایش فروش که هر کس برای شما نمیگوید. اگر از این سه مورد استفاده کنین هر روز فروش‌هایتان افزایش پیدا میکنه. که سومش مهمتر است. با دقت تا انتهای ویدیو با من عبدالمقیم فاضلی همراه باشید. راز اول که ثروتمندترین افراد جهان استفاده میکنه عبارت است: در فکر پول نباشید بلکه در فکر خدمت باشید. یعنی چی؟ اگر میخواین درآمد عالی از کسب و کارتان داشته باشین، در فکر از این نباشین که بفروشین از مخاطب فقط پول بگیرین. در فکر این باشین خدمت کنین، دست مشتری را بگیرین. اگر این گونه باشه هر روز مشتریتان افزایش پیدا میکنه. و جالب است اگر ما در فکر خدمت کردن باشیم، خدمت کنیم، پول توفیق خدمت ماست، پول خودش میآید. راز دوم کم کردن ترس مشتری. دوست خوبم، اگر میخوای مشتریات افزایش پیدا کنه، فروش‌های بالا را تجربه کنی، باید ترس مشتری را کم کنی. مشتری مخاطبی که میخواد از شما بخره ترس داره. باید ضمانت کنی، باید مسئول عالی باشه، باید کیفیتت مناسب باشه. وقتی که میای شجاعانه پیش میری، شجاعانه ضمانت میکنی، ترس مشتری مخاطب کم میشه و از شما خرید میکنه. و راز سوم که بسیار مهم است، جدا کردن پول تبلیغ. دوستای خوبم، اکثر صاحبین کسب و کار تبلیغات نمیتونن. چرا؟ چون پولش را در سر ما جدا نکردن. اگر درآمد میکنی ابتدا مصرف نکن، ابتدا پول تبلیغات را جدا کن تا آن پول مشتری بیشتر برایت بیاره و هر روز فروشات افزایش پیدا کنه. دوستای خوبم، پس فهمیدیم اول در فکر پول نمی باشیم، خدمت میکنیم. دوم ترس مشتری را کم میکنیم. و سوم در ابتدای ما باید زمانی که درآمد کردیم پول تبلیغات جدا میگذاریم. این گونه میتونیم فروشای بالا را تجربه کنیم. اگر این